شنیدی میگن طرف 7 خان رستم رو رد کرده تا به هدفش رسیده؟ ولی واقعا رستم چقدر سختی کشیده بود که به ضرب المثل تبدیل شد. در اون زمان کیکاووس شاه ایران توسط دیو سپید در مازندران اسیر و نابینا شده بود. کیکاووس نامه ای مخفیانه به زال فرستاد. رستم به فرمان پدرش با اسبش رخش به سوی مازندران حرکت کرد و در مسیر 7 خان را پشت سر گذاشت تا به دیو سپید برسد و کیکاووس را آزاد کند و این فقط شروع ماجرا بود. تو پارت بعدی بیا ببین رستم چجوری از خان اول رد شد. رستم بیدرنگ راه مازندران در پیش گرفت. شب و روز میتاخت، چنان شتابان که راه 2 روزه را در 1 روز پیمود. گرسنگی بر او چیره شد. پس به دشتی رسید پر از گورخر. رخش را تازاند، کمند انداخت و گورخری شکار کرد. آن را بریان کرد و خورد. سپس لگام از سر رخش برداشت تا در دشت بچرد و خود به خواب رفت. اما در همان دشت شیری نیرومند آشیانه داشت. چون بازگشت دید سوار دلاوری در خواب است و اسبی در کنار او میچرد. گرشی کرد و با خشم گفت: نخست باید اسب را بدرم تا سپس به سوارش برسم. پس به سوی رخش جهید. اما رخش اسب رستم نهراسید. با 2 سم بر سر شیر کوبید، دندان بر پشتش فشرد و او را از پای درآورد. صبح که شد رستم بیدار شد و پیکر شیر را دید. با شگفتی گفت: رخش، چه کسی به تو گفت با شیر بجنگی؟ اگر تو کشته می شدی من با این زره و گرز چگونه راه مازندران را می پیمودم؟ چرا مرا بیدار نکردی؟ سپس لبخندی زد، رخش را نوازش کرد، تنش را شست، زین بر پشتش نهاد و آماده خان دوم شد. رستم و رخش پس از دلاوری رخش در گذر از خان نخست به بیابانی سوزان و کشنده رسیدند. آفتاب چون آتش بر زمین میتابید که اگر پرنده ای از آنجا میگذشت در هوا بریان میشد. رستم از شدت تشنگی زبانش خشک و زخم شده بود و رخش نیز دیگر توانی در گامهایش نداشت. رستم از پشت رخش پایین آمد. از بیابی و ناتوانی تلو تلو میخورد و بیابان طولانی پیش رویش بی هیچ نشانی از نجات کشیده شده بود. دستانش را به سوی آسمان برد و گفت: ای داور دادگر، رنج و آسایشم از توست. اگر از رنج من خوشنودی، رنجم را افزون گردان. من این سختی را به جان میخرم، امیدم را بازگردان و دل پیر زال را بر من مهربان کن. تو یاور ستم دیدگانی. رستم همچنان قدم بر می داشت و با خدا نیایش می کرد. اما در دشت سوزان روزنه ای از امید دیده نمی شد. مرگ را پیش روی خود می دید. همان هنگام در دوردست میشی نمایان شد. دیدن آن جان تازه‌ای در دلش دمید. با هر سختی که بود خود را به سوی میش کشاند. میش او را تا آبشخوری پنهان راهنمایی کرد و رستم از مرگ رهایی یافت. رستم دانست این نجات نشانی از یاری خداست. از آب نوشید و سیراب شد. سپس رخش را نیز سیراب و تیمار کرد. پس از بازیابی نیرو برای شکار رفت. گوری شکار کرد، آن را بریان ساخت و خورد. هنگام فرارسیدن خواب رو به رخش کرد و گفت: مبادا تنها با شیر یا دیوی درگیری. اگر دشمنی پیدا شد به سوی من بتاز و مرا آگاه کن. ناگاه در دشت اژدهایی ظاهر شد. وقتی آمد و رستم را خفته و اسب را هم در حال چرا دید، پیش خود گفت: چه کسی جرأت کرد اینجا بخوابد؟ حتی دیوان و پیلان و شیران هم از اینجا نمی گذرند. پس به سوی رخش حمله برد. رخش اول به سوی رستم رفت و او را بیدار کرد. ولی اژدها در دم ناپدید شد. رستم عصبانی شد که چرا بی خود مرا بیدار کردی؟ دوباره خوابید.
باز اژدها بیرون آمد و رخش دوباره به نزد رستم رفت و سر و صدا راه انداخت و او را بیدار کرد. اما اژدها دوباره ناپدید شد. رستم به رخش گفت اگر دوباره بی خود بیدارم کنی سرت را میبرم و پیاده به مازندران میروم. اژدها سومین بار پدیدار شد، اما رخش جرأت نمیکرد به سوی رستم برود، ولی بالاخره دوباره به صدا درآمد. وقتی رستم بیدار شد آشفته بود، اما خداوند نگذاشت اژدها دوباره پنهان شود و رستم او را دید و تیغ کشید و به اژدها گفت نامت را بگو که دیگر در جهان نخواهی بود. اژدها گفت از چنگ من کسی جان سالم به در نبرده است. نام تو چیست که مادرت باید برایت گریه کند؟ چون این داد پاسخ که من رستمم، ز دستان سامم، هم از نیرمم به تنها یکی چین ور، لشکرم به رخش دلاور زمین بسپرم. سپس با اژدها درآویخت. رخش که زور تن اژدها را میدید جلو آمد و پوست اژدها را با دندان کند، طوری که رستم متعجب شد. رستم با تیر سر اژدها را برید و زمین پر از خون شد و چشمه ای از خون او به وجود آمد. رستم نام یزدان بر زبان آورد و گفت تو به من زور و دانش و فر و عظمت دادی و سپاس گزارد. رستم به سفرش ادامه داد. به جایی رسید پر از درخت و گیاه و آب روان. در میانه راه چشمه‌ای دید و در کنارش جامی پر از شراب و غذا و نان یافت. در کنار میز چیده شده تنبوری بود. رستم متعجبانه آن را برداشت و شروع به نواختن ساز کرد و می‌خواند که من آواره‌ای هستم که شادی از من گرفته شده است و من گرفتار جنگ شدم. ناگهان زنی زیبارو به سمت رستم آمد. رستم از دیدن او چشماش برقی شد و بلافاصله دست به آسمان برد و شکر ایزد منان را کرد. زن با شنیدن اسم پروردگار چهره زشت خود را نمایان ساخت و رستم به اون نگاه انداخت و دانست این چیزی جز دام دیوان نیست. جادوگر خواست فرار کند، اما رستم کمند انداخت و همزمان که او تلاش می‌کرد فرار کند، رستم او را به زمین انداخت و سر او را به بند آورد و با عصبانیت فراوان او را با خنجر به دو نیم کرد. رستم پس از گذشت از خانه چهارم به سرزمینی تاریک و وحشتناک که گویی آنجا خورشید را به بند کردند رسید. چشمانش جایی را نمیدید. او راه خود را گم کرد. ناگاه فکری به ذهنش رسید. افسار رخش را باز کرد و رخش با هوشیاری تمام راه را پیدا کرد. کم کم هوا روشن شد و رستم به سرزمین سرسبز و زیبایی رسید. از رخش پایین آمد و لباس جنگی خود را درآورد و شست و لگام رخش را برداشت تا بچرد. وقتی لباسهایش خشک شد، آن را پوشید و خوابید. دشتبان وقتی رستم و رخش را در کشتزارش دید، با چوب به پای رستم زد و گفت چرا اسبت را در این دشت چرا می دهی و کشت مرا پامال می کنی؟ رستم گوشهای او را گرفت و از بن کند. دشتبان به نزد پهلوان دلیر و جوانی به نام اولاد رفت و به او شکایت برد. اولاد با نامداران خنجردارش به سوی رستم رفت و پرسید نام تو چیست؟ چرا گوش این دشتبان را کندی؟ چرا اسبت را در کشتزار او چراندی؟ الان جهان را پیش چشمت سیاه می کنم. رستم گفت اگر نام من به گوشت برسد در دم جان می دهی. پس چون شیر به میان لشکر اولاد رفت و همه را قلع و قم کرد و سپس به سوی اولاد رفت و او را به کمند کشید و گفت اگر راستش را بگویی و کمکم کنی با تو کاری ندارم. جای دیو سپید و پولاد قندی و بید و جایی که کاووس شاه زندانی است را به من نشان بده تا من شاه مازندران را کنار زده و تو را سر کار بیاورم. اولاد گفت خشم را کنار بگذار تا جوابت را بدهم. اولاد از پیچ و خم و سختی های مسیر گفت. رستم خندید و گفت اگر با منی همراه هم بیا و ببین که من یک نفره چه برایی سرشان میآورم.
پس بر رخش نشست و اولاد نیز از پسش دوان بود تا به کوه اسپروز رسیدند. در مازندران آتش روشن بود. رستم گفت: آنجا کجاست؟ اولاد پاسخ داد: آنجا مازندران است. رستم خوابید و وقتی خورشید سر زد برخاست و با هم به راه افتادند. نصفی از شب گذشته بود که از سمت مازندران صدای همهمه بلند شد. رستم رو به اولاد کرد و پرسید: این آتش که از چپ و راست روشن کردن نشونه کجاست؟ اولاد جواب داد: اونجا آغاز سرزمین مازندرانه. دیوها نگهبانی میدن. اون درختی هم که سر به آسمون کشیده خیمه ارژنگ دیوه. رستم همین که به نزدیکی خیمه رسید چنان نعره‌ای کشید که انگار کوه و دریاز هم شکافتند. ارژنگ دیو با شنیدن صدا از خیمه بیرون پرید. رستم چشمش که به او افتاد یک راست با رخش تاخت، یال و کوپال دیو را به چنگ گرفت و در یک چشم به هم زدن سرش را از تن جدا کرد. سر بریده و خونین ارژنگ را میان لشکر انداخت. دیوها وقتی این صحنه را دیدند هراس وجودشان را گرفت. هر کدام به سمتی فرار می کردند. پدر از ترس جلوتر از پسر می دوید. رستم شمشیر کشید و میانشان افتاد و زمین را از وجود دیوان پاک کرد. سپس مانند خورشیدی که از نیم روز رو به کوه می رود به سمت اسپروز برگشت. بعد از نبرد رستم کمند را از گردن اولاد باز کرد. اولاد پیشاپیش نیدوید و رستم همراه او به سمت زندان ایرانیان تاخت. وقتی رستم به آنجا رسید رخش نعره‌ای مثل رعد کشید. صدای رخش به گوش کاووس رسید و دلش جان تازه گرفت. رو به سپاه گفت: این صدای رخش رستمه، همون صدایی که زمان کیقباد هنگام جنگ با ترکان میداد. ولی سپاه از شدت ناامیدی باور نمی کردند و می گفتند: این بند و رنج عقل از سرش برده، از اینجا رهایی نداریم. در همین حرفها بودند که ناگهان رستم فرود آمد. سرداران او را در آغوش گرفتند و احوالش را جویا شدند. رستم به کاووس تعظیم کرد. کاووس او را در آغوش گرفت و درباره زال، زر و سختی راه پرس‌وجو کرد. سپس رو به رستم گفت: باید هوشیار باشی و رخش رو از چشم دیوان پنهان کنی. راه رسیدن به دیو سفید از 7 کوه می‌گذره و در هر گذر دیوان جنگجوی نره ایستادن. تخت دیو سفید داخل غاریه. پزشکان گفتن درمان تیرگی و نابینایی چشمانم 3 قطره خون دل و مغز دیو سفیده. رستم جواب داد: من راهی جنگ با دیو سفیدم، اما تا یزدان یار من باشد از پس او برمی آیم. رستم بر رخش نشست و اولاد را هم همراه خود برد. مانند باد از میان 7 کوهی که در مسیر بود گذشت و سرانجام به نزدیک غار دیو سپید رسید. گروهی بزرگ از نره دیوها آنجا نگهبانی می‌دادند. رستم به اولاد گفت: راز شکست دادن دیو سپید چیه؟ اولاد گفت: بهترین کار اینه که صبر کنی تا خورشید بالا بیاد. وقتی آفتاب گرم بشه خواب بر دیوها غلبه میکنه. اون وقت جز چند نگهبان بقیه همه خوابن. رستم صبر کرد تا خورشید بالا بیاید. بعد اولاد را با کمندی محکم بست و خودش شمشیر را بیرون کشید. شمشیری که مثل نهنگ بلا می درخشید و نام یزدان را بر زبان آورد و به میان دیوان تاخت. سر دیوان یکی یکی با ضربه تیغش به خاک می افتاد و هیچ کس توان رویارویی با او را نداشت. رستم تا کنار غار دیو سفید پیش رفت. غاری سیاه و هولناک بود و درونش دیوی غول‌آسا مانند کوهی بزرگ خفته بود. رستم که او را خوابیده دید کمی فکر کرد و بعد مانند پلنگ غرید و به سویش حمله کرد. دیو سپید از خواب پرید، سنگ آسیا را از کنار خودش چنگ زد و مثل کوهی خشمگین به سمت رستم حمله ور شد.
رستم مانند شیر ژیان خشمگین شد، شمشیر را کشید و با ضربه‌ای سهمگین یک پا و یک دست دیو را برید. اما دیو سپید همچون فیلی زخمی به او چسبید و نبرد ادامه یافت. غار از فریاد و پیکار این دو غولاسا تکان می‌خورد. هر دو از هم زخم برمی داشتند و زمین غار غرق خون شده بود. سرانجام رستم به خشم آمد. خودش را پیچاند و دیو سفید را مثل شیری نیرومند از زمین بلند کرد. سپس او را بر زمین کوبید. بیدرنگ خنجر کشید و جمجمه دیو را شکافت و مغزش را بیرون کشید. دیو سفید مثل کوهی بیجان بر خاک افتاد و رستم غرق خون از غار بیرون آمد. بند از دست و پای اولاد گشود، مغز دیو را به او سپرد و با هم راهی نزد کاووس شدند.